در ادامه میخوام یه اسلاید دیگه ایجاد کنم که عنوان کارم رو بنویسم و نام خودم رو بنویسم، سال تحصیلی. برمیگردم دوباره توی انوتیشن یه مجدد اسلاید سفید میذارم، تمام صفحش میکنم اینو، فقط متن وسطش رو با دوبار کلیک حذف میکنم. میخوام خودم متن بیارم بذارم، 3 تا متن مختلف میخوام بذارم برای اینکه میخوام به هر کدوم یه افکت خاصی بدم. اینجا میتونم متن‌ها بیام انتخاب کنم. این اولا که مدت زمان نمایش اینو میتونم نگاه کنین، طولانی ترش کنم که چقدر پخش بشه. اینجا متن اولمو میارم میذارم اینجا و برای مثال وقتی هد میاد روش میخوام بگم این باشه، روش دوبار کلیک میکنم و کنترل A، این باشه نام و نام خانوادگی. رنگش رو همینطور که تو حالت انتخابه از سفید تغییر میدم به رنگی که دلم میخواد. اینجا طیف رنگی مختلف دارید، میتونید هر کدوم اینا رو که خواستید به عنوان رنگتون انتخاب کنید. خب و بعد سایز و فونت دلخواهم بهش اعمال کنید، دیگه میدونید چجوری. اینجا باز رنگ رو من تغییر میدم. خب و اینم بزرگش میکنم که توی یه خط جا بشه. خب همونطور که میدین الان برای مثال من این نام و نام خانوادگی رو روی صفحم گذاشتم و عین همین میخوام مثلا بنویسم موضوع پروژه و سال تحصیلی. اینجا لوگوم هم حالا در ادامه میبینید که قرار خواهم داد. کافی از این یه کنترل سی بگیرم و یه کنترل وی. همونطور که میبینید اینا داره رو ترک های جدید میفته. درست هم هست چون من میخوام اینا با یه توالی زمانی بیان و روی این اسلایدم قرار بگیرن. همونطور که میبینید من اینا رو الان میگیرم میکشم. این دومیه رو میارم پایین، این نام و نام خانوادگی تغییرش میدم، میگم موضوع مثلا پروژه و از این یه دونه دیگه هم دوباره ایجاد میکنم، یه کنترل سی و یه کنترل وی. باز اینم میبینید بالا افتاد با یه خورده تأخیر. اینم میارم روی اسلایدم میذارم و اینجا هم مینویسم مثلا سال تحصیلی. خب اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه میخوام بهشون به هر کدوم یه انیمیشن دلخواه بدم. فقط موضوع اینه که الان میبینید یه دونه اسلاید سفیده و 3 تا متن روشه که هر کدوم با یه فاصله زمانی مشخص. یه پلی کنم بعد اینکه به نام خدا نمایش داده میشه، نام خانوادگی، بعد یه مدت موضوع پروژه و بعد یه مدت سال تحصیلی که حالا میتونم به اینا افکت دلخواهم و توی قسمت بعدی اعمال کنم.